صدها نفر با اشک شادی پیوندان از محبس آزاد شده خود را پیشواز گرفتند. صبح امروز در مؤسسه اصلاحی رقم 305 شهر خوجند زیاد از 400 نفر بر اساس قانون او آزاد گردیدند. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره او از مؤسسه های اصلاحی ولایت سوخت، توقیفگاه های تفتیشاتی شهر خوجند و استرافشان و مؤسسه های اصلاحی نظامشان سخت و پرزاری شهر خوجند و مؤسسه سکونتی ناحیه باباجان غفورов زیاد 2800 محکوم شدگان، عیبدار شوندگان، سود شوندگان با آزادی برآمدند. برتری قانون یافت از سالهای گذشته در این است که این سال زیاده 20000 نفر قانون یافت تطبیق کرده می شود. من امروز از مؤسسه اصلاحی 305 شهر خوجند زیاده از 400 نفر محکوم شدگان از باقیماندگی ادای جزا آزاد کرده می شوند. از آن جمله 300 نفر زیاده از 300 نفر محکوم شدگانی که با جنایت‌های اکستریمیستی از آزاد محروم کرده شده بودند از باقیمانده ادای جزا آزاد کرده می شوند. مدت 2 ماه 3 ماه تطبیق کرده می شود. با محکوم شدگانی که با قانون تطبیق کرده شدند این بعد آزاد شدن می‌گیرند. یادآور می‌شویم که قسمتی بیشتری شماره آزاد شدگان را اعضایان حزب و حرکت‌های گوناگون که زمانی گمراه شده امروز افسوس می‌خورند تشکیل می‌دهند. از شماره عمومی آزاد شدگان 50 نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مطابق قانون جمهوری تاجیکستان مؤسسه اصلاحی نظامشان سخت در شهر خوجند 142 نفر، مؤسسه اصلاحی نظامش پرزور در ناحیه باباجان غفورov 851 نفر و شهر استرافشان 56 نفر را تشکیل می‌دهند. با ماده 37 مدت جزای من 5 سال بود. من 3 سال شدم و از با تشبسی با البته با این تشبس جناب عالی ما با آزادی برآمدیم. بار دیگر اظهار منتظر می‌نمایم. با ماده 37 قسم 2 علاوه 3 به مدت 5.5 سال محکوم کرده شده بودم. در این مؤسسه اصلاحی 2 سال و 2 ماه حیات به سر بردم و البته با شکر خداوند و این چنین جناب عالی پیشوای ملت محترم مولا رحمان با تشبس بی‌واسطه آن کس و با خدمت‌های شبانه روزی آن کس ما به عفو نوبتی نصیب‌دار شدیم و این عفوی که شده ایستاده است نه اینکه برای 20000 بلکه شاید برای 2 میلیون هر یک اگر 100 کسی خویشتوار داشته باشد خرسندی آورد و این کاری است که در سطرهای تاریخ البته ثبت می شود. همزمان زیاده از 1300 نفر محکوم شدگانی که نسبتشان جزاهای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقمند بوده محکوم شده بودند از جزا و ادای جزا آزاد کرده شدند. 3 سال شدگی بودن. خدا خواهد امروز نصیب باشد اگر جوان میشن و پیش پدر و مادر و زن و فرزند خودشون برمیگردن. انا بینید که قریب 20000 کس میرسن میگن اعلام حکومت تاجیکستان همیشه پایدار باشد و در سایه مولا رحمان ما و شما زندگی کنیم. محبوسانی که آزاد میشن اعلام به جنایت دیگر دست نزنند، برای راست روند، به خلق و وطن خود خدمت کنند. من برای دامادم عبدالله احرام که با جوره ها جنگ کرده آمده نشسته بود، مادر ندارد، به جای مادرش مادر آمده میدیدم. من از پیشوای ملت خیلی مینت دارم. محبسان رو که جواب دادن هم ماشان الهی انصاف دیاد روحی بدی شیطانی گم برای اینکه رحمانش برای هم میکشون خونه کشون تو قشه پیرشوان شما با رحمت جناب عالی با رحمت میگم که چنین فرمان برآوردن ما خیلی مینت داریم از آن کس. الهی تا جهان باشد سروری ما صحت و سلامت باشند، به سر ما سایبان باشند، صدها سال دیگر الهی عمری دراز بینند، سرمون با سایبانی به منت باشند. دعاگویشان هستیم. الهیم برکه آوان کلانوکی مهان امروز حضور بچه کشون بینن جناب عالی پیشوای ملتمون همیشه سوق سلامت باشند. برای چنین غمخوری هاشون جوانا با التماس کردم میگویم که دیگر این کارهایی که کرده بودن دست زده بودن به کارهای نوافق دیگر دست نزنن و خدمت خلق و وطن به تیار باشند. قانون او حدود 20000 نفر را فرا خواهد گرفت و در مجموع نزدیک 7000 نفر از زندانها آزاد می شوند. قانون مذکور نسبت به شخصانی که تا مورد عمل قرار دادن آن جنایت صادر کردند یا از جانب مقامات تحقیق و تفتیشی پیشکی به جوابگیری جنایتی کشیده شدند یا پرونده جنایتی نسبت به آنها در سطح موردی بررسی قرار دارند یا از جانب سودهای جمهوری تاجیکستان محکوم شدند. اینچنین نسبت به شخصانی که از جانب سودهای دولت‌های خارجی محکوم شده برای من بعد ادا نمودن جزا به تاجیکستان آورده شدند تطبیق می‌گردد.